سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من اقلیمام و اینجا درباره جادوی کتاب‌ها و قصه هاتون صحبت میکنم. امروز میخوام درباره یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین روان درمانگرهایی که خیلیاتون اسمشو شنیدین و آثارشو خوندین باهاتون صحبت بکنم و اون کسی نیست جز اروین یالوم که میدونم همتون دست کم اسمش رو شنیدین و احتمالاً خیلی از آثار معروفش رو هم خوندین. اما من توی این ویدیو میخوام بهتون یک سیر مطالعاتی پیشنهاد بدم برای خوندن آثار معروف این روان درمانگر و این سیر مطالعاتی که دارم بهتون میگم کاملاً سلیقه‌ای و شخصیه و بهتون میخوام توضیح بدم که چرا دارم یه چنین سیری رو بهتون پیشنهاد میدم. اما این سریه که من بعد از 2 بار خوندن تمام این آثار بهش رسیدم. یعنی یک بار من این آثار رو با یه ترتیب خیلی تصادفی خوندم و بعدش دفعه دوم که میخواستم بخونم این سری که امروز میخوام بهتون پیشنهاد بدم و امتحان کردم و به نظرم خیلی کارآمدتر بود و از اونجایی که من این کار رو همراه با یک گروه انجام دادم بازخوردی که از بچه‌های گروه گرفتم هم مثبت بود و متوجه شدم که سیر مفیدی بوده و به اونا هم کمک کرده که اندیشه یالوم رو بهتر درک بکنن. از اونجای این سری کمی نامتعارفه که اصلا تاریخی نیست، یعنی برخلاف تمام سیرهای مطالعاتی که من معمولاً بر اساس ترتیب تاریخی پیش میبرمشون، توی این سیر اتفاقا تقریبا برعکس قراره که پیش بریم، ولی هدف دیگری دارم ازش و براتون در ادامه توضیح میدم. اما قبلش یه کوچولو درباره خود یالوم صحبت بکنیم و یه ذره باهاش آشنا شیم و بعد من بهتون سیر مطالعاتی پیشنهادیم رو معرفی بکنم. اروین یالوم یک روان درمانگر آمریکاییه که هنوزم زنده است. سال 1931 توی آمریکا به دنیا میاد. سال 1956 از رشته پزشکی و سال 1960 از رشته روانپزشکی فارغ التحصیل میشه. سال 1963 هم استاد دانشگاه استنفورد میشه. سال 2002 هم جایزه انجمن روانشناسی آمریکا رو میبره. رویکرد درمانی آقای یالوم، همونطور که احتمالاً اسمش بارها و بارها به گوشتون خورده، رویکرد اگزیستانسیاله که ریشه در اندیشه های فیلسوفان اگزیستانسیالیست داره. برای همین به نظرم خیلی خوبه که شما پیش از این که برید سراغ آموختن درباره روان-درمانی اگزیستانسیال یه سری اطلاعات مقدماتی هم حداقل شده درباره فلسفه اگزیستانسیالیسم و فیلسوفان مهمش داشته باشین. این بهتون خیلی کمک میکنه که این رویکرد درمانی رو هم بهتر بشناسین، چون که به هر حال اول یک مبحثی توی فلسفه بوده که حالا یه سری از افراد اومدن سعی کردن از این یک رویکرد درمانی رو استخراج بکنن و یالوم تنها و اولین کسی که این کار رو کرده نبوده، برخلاف اون چیزی که شاید به نظر برسه. شاید معروف ترین شده باشه به واسطه کتاب هایی که نوشته، اما نه اولین نفری بوده که این کار کرده، نه تنها فردی که این کار کرده و آدم های زیادی قبل از اون بودن که تلاش کردن از مؤلفه های فلسفه اگزیستانسیالیسم توی رویکردهای درمانیشون استفاده بکنن. مثلا یکی از معروفتریناشون ویکتور فرانکله که کتاب انسان در جستجوی معناش رو شاید خونده باشین یا به گوشتون خورده باشه و رویکردی که اون بر اساس آموزه‌های اگزیستانسیالیسم پایه‌گذاری میکنه رو ما بهش میگیم معنادرمانی و توی کتابش خیلی مفصل در موردش صحبت میکنه، چون ویکتور فرانکل از اون دسته آدم‌هایی بوده که به خاطر یهودی بودن به اردوگاه‌های کار اجباری برده شده بوده و با اینکه خیلی سرگذشت سختی داشته، خانواده‌اش رو از دست داده بوده و اونجا خیلی تحت فشار بوده، با استفاده از این آموزه‌ها میتونه از اونجا جون سالم به در ببره و بعد بیاد و معنادرمانی رو پایه‌گذاری بکنه و با آدم‌های زیادی کمک بکنه تا با ساختن معنای زندگیشون بتونن زندگی شادتری داشته باشن و خیلی
تحت تاثیر اندیشه‌های نیچه بوده. فرانکل مثلا بارها و بارها توی کتاب انسان در جستجوی معنا میگه که اگر تو چرایی برای زندگی داشته باشی حتما چگونگی برای زیستنش پیدا میکنی. و کس دیگری که میتونیم ازش یاد کنیم که از مؤلفه های اگزیستانسیالیسم توی رویکردهای درمانی استفاده کرده بوده رولومه، که اتفاقا اون هم یک روان درمانگر آمریکایی بوده که اتفاقا خود یالوم مدتی تحت روان درمانی با رولومه قرار داشته. بنابراین همونطور که میبینی البته خیلی آدمای دیگه هم هستن، حالا من اینجا ازشون یاد نمیکنم چون اینا خیلی معروفن و کتاب‌های زیادی ازشون منتشر شده و در دسترس خوانندگان عام هم قرار داره. یعنی شما نیازی نیست حتما دانشجوی روانشناسی یا متخصص در این زمینه باشی تا بتونی آثارشون رو بخونی و به همین دلیل من ازشون یاد کردم. پس میبینیم که فقط یالوم نیست که رویکرد رواندرمانی اگزیستانسیال رو به کار برده، اما به خاطر کتاب‌های زیادی که در این زمینه نوشته خیلی سهم پررنگی داشته در معرفی این رویکرد درمانی به آدم‌ها و به خاطر همین خیلی دیگه معروفه، قابل احترامه و خیلی شخصیت مهمی بوده دیگه که به ما المان‌های مهم این رویکرد درمانی رو شناسونده. مخصوصاً که کلاً رویکرد اگزیستانسیال مثل خیلی از رویکردهای روانپویشی دیگه خیلی رویکردهایی نیستن که بتونیم اونا رو در قالب یک تئوری‌های مشخصی بریزیم. اصلا از تئوری کمی گریزانن اینا و خیلی حالت پویاتر و انعطاف پذیرتری دارن و خیلی روی فردیت افراد و روش‌های منحصر به فرد روان درمانی تاکید دارن. مثلا برخلاف رفتار درمانی یا مثلا رویکردهای رفتاری شناختی دیگه که یک کمی حالت شسته رفته تر و چارچوب یافته تری دارن، اینا از چارچوب میگریزن و خب این هم میتونه نقطه قوتشون باشه هم ضعفشون. و یالوم با توجه به اینکه کتاب تحت عنوان روان درمانی اگزیستانسیال نوشته سهم زیادی داشته توی اینکه یه ذره سعی کنه که اینو شفافتر به بقیه معرفی بکنه و یه کمی یه حالت شسته رفته‌ای بهش بده. حالا بریم سراغ ترتیب پیشنهادی من برای خوندن آثارش. یالوم فقط کتاب‌های نظری درباره رواندرمانی اگزیستانسیال نداره و یک کار جالبی که میکنه اینه که به عنوان یک رواندرمانگر اومده خیلی از تجربه‌هاش رو در قالب روایت‌های داستانی نوشته و با این کار یک عالمه آدمی که هیچ تخصصی در زمینه رواندرمانی، روانشناسی و فلسفه ندارن رو جذب کرده به این رویکرد و باعث شده که با خوندن این داستان‌ها بتونن یه چیزی یاد بگیرن درباره این رویکرد و تو زندگیشون احتمالاً به دردشون بخوره. اما مهمه که فراموش نکنیم یالوم پیش از هر چیز یک رواندرمانگره و یک نویسنده ادبی نیست و نمیتونیم با آثارش همون برخوردی رو داشته باشیم که با آثار نویسندگان ادبی داریم. یعنی نمیتونیم از نظر ادبی نقدش بکنیم. خیلی وقتا واقعا مؤلفه های یک روایت قوی رو ما توی داستاناش نمیبینیم. شخصیت پردازی‌هاش شبیه شخصیت پردازی های یک نویسنده نیست، شبیه تحلیل شخصیت یک رواندرمانگره. بنابراین به نظر من خیلی ناجوانمردانه است که بخوایم بگیم که مثلا آثارش رمان‌های خوبی هستن یا نیستن، چون اصلا انگار به دلیل رمان ادبی بودن نوشته نشدن و بیشتر خواسته از این قالب داستانی استفاده بکنه تا ما یک کمی راحت تر بتونیم با حرفاش ارتباط برقرار بکنیم، چون برای همه راحت نیست بتونن یک کتاب نظری 700-800 صفحه‌ای درباره یه موضوع تخصصی بخونن، ولی یک کتاب داستان 500-600 صفحه‌ای راحت تر خونده میشه. بنابراین فراموش نکنید در همین وهله اول که یالوم اگر می‌نویسه به عنوان یک رواندرمانگر می‌نویسه، نه به عنوان یک نویسنده ادبی. خب حالا با این توضیحات بریم سیر پیشنهادی که میخوام بهتون معرفی بکنم رو بشنویم. من 5 تا کتاب از یالوم رو میخوام بهتون معرفی بکنم و از نظر تاریخی اون کتابی که اول از همه یالوم نوشته کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال توی سال 1980 بوده که یک کتاب نظری بلنده درباره مؤلفه‌های اصلی این رویکرد درمانی. اما من نمیخوام با ترتیب تاریخی پیش بریم
و به نظرم اتفاقا بهتر از یکی از رمان‌های متأخرش شروع بکنیم. قبلش این نکته رو هم بهتون بگم که کلاً به نظرم اگر که مخصوصاً متخصص نیستین در این زمینه‌ها و میخواین به صورت کلی با این رویکرد درمانی آشنا بشین، بهتره که از رمان‌ها شروع بکنین و همون دلیلی که گفتم، چون ساده ترن، حالت روایی دارن و شما راحت‌تر میتونید باشون ارتباط برقرار بکنین تا اینکه بخواین از کتاب نظری شروع بکنین. برای همینه که یکی از مهمترین دلایل من واسه اینکه نمیرم سراغ ترتیب تاریخی همینه، چون اتفاقا به نظر من روان درمانی اگزیستانسیال رو باید بذارید اون آخر سرا بخونید که یه ذهنیتی پیدا کردید درباره مؤلفه‌های اصلی این روی کرد و بعد حالا میتونید یه کمی کاملتر و تخصصی تر باش برخورد بکنید. من توی این 5 کتاب که میخوام بهتون معرفی بکنم 3 تاش کتاب‌های داستانیشن، 2 تاش کتاب‌های غیر داستانی. کتاب‌های دیگه‌ای هم یالوم نوشته. من اونا رو راستش نخوندم، برای همینم اصلا نیاوردمشون تو معرفی، چون نخونده بودمشون و راستش بعد از خوندن این 5 تا کتاب احساس کردم که یه دیدگاه کلی مناسبی پیدا کردم درباره این روی کرد و بینش یالوم و دیگه بیش از این شاید نیازی نباشه که بخونم، با توجه به اینکه حالا من یک متخصصم در زمینه امور روان درمانی نیستم. و یک چیز دیگه هم که اینه که احساس کردم دیگه کتابای دیگه شاید حرف تازه تری برای گفتن نداشته باشه و حرفای مهمش رو من توی این 5 تا کتاب به اندازه کافی درک کردم. اما اگه شما کتابای دیگه‌شو خوندین و به نظرتون چیزهایی داره که توی این 5 تا کتاب بهشون پرداخته نشده و خوبه که اونا هم خونده بشه، حتما برام بنویسین. من خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم و ترغیب بشم که برم کتابهای دیگه‌اش رو هم مطالعه بکنم. حالا پس منم از کتابهای داستانی شروع میکنم و به کتابهای غیر داستانیش در انتها میرسم. در این 3 تا اثر داستانی هم که میخوام بهتون معرفی بکنم، باز من ترتیب تاریخی رو رعایت نکردم و اتفاقا دقیقا برعکس، یعنی از متأخرترینشون شروع میکنم و به رمان‌های اولیه‌اش میرسم. حالا دلیل این باز چیه؟ شاید اینجا به نظرتون کم عجیب بیاد، چون بشین که خب اینا که داستانن، چه فرقی داره؟ اینجا من تأکید میکنم که نه از منظر کسی که تخصصی در زمینه روان درمانی داره، بلکه از منظر کسی که داره نگاه فلسفی به ماجرا میکنه این ترتیب رو دارم بهتون پیشنهاد میدم. همونطور که گفتم یالوم تحت تاثیر فلسفه اگزیستانسیالیسم بوده و خب این 3 فیلسوفی که کتابی یالوم در موردشون نوشته، خب حالا میتونیم بگیم شوپنهاور و نیچه خیلی تاثیرگذار بودن روی فیلسوفای اگزیستانسیال، ولی اسپینوزا نه. اسپینوزا اصلا قرن 17 هنوز اندیشه های اگزیستانسیالیسم حتی بذرهاش هم پاشیده نشده و خیلی هنوز مونده تا برسیم به قرن 19 که تقریبا داره بذرهای اگزیستانسیالیسم پاشیده میشه. پس چرا مثلا اولا درباره اسپینوزا نوشته، دوما چرا ما از اسپینوزا شروع کنیم؟ مگه این یک روان درمانگر اگزیستانسیال نیست و مگه ما نمیخوایم با این رویکرد آشنا شیم؟ چرا نریم از همون فیلسوفان اگزیستانسیال شروع بکنیم؟ مسئله‌ای که هست اینه که باز بخوایم اگر از منظر فلسفی به ماجرا نگاه کنیم، نه صرفا از منظر روانشناسانه و روان درمانگرایانه، چیزی که در فلسفه اگزیستانسیالیسم خیلی مهمه اینه که یک تغییری در جهانبینی آدم‌ها به وجود میاره که اون تغییر در معنای زندگی، تغییر در تعریف خدا، تغییر در نسبت انسان و خدا و جایگاهی که انسان در جهان داره رو به دنبال داره. و درسته که اسپینوزا فیلسوفی نیستش که فیلسوف اگزیستانسیالیست به حساب بیاد، ولی مسئله اینه که اسپینوزا با اینکه فلسفه‌اش آغشته به خداه، ولی تعریف بسیار نوینی از خدا ارائه میده، از خدا و نسبت انسان و خدا و معنای زندگی و هدف زندگی. و این با اینکه مستقیما شاید نشه ازش اندیشه‌های اگزیستانسیالیستی رو نتیجه گرفت، خیلی تأثیرگذار بوده تو نوع نگاه انسان‌ها به خدا و خودشون. و
به نظر من حالا درسته که یارو یکم تصادفاً با اسپینوزا آشنا میشه و مسئله اسپینوزا رو مینویسه، اما اسپینوزا یکی از اون کلیدی ترین فیلسوفا توی تاریخ فلسفه است. راستش بخواید من فیلسوف مورد علاقمه و یه ذره باید پارتی بازی کنم براش. خیلی تاثیرگذار بوده مخصوصاً روی اندیشه هگل بعد از خودش و اون شیفتی که انگار توی فلسفه اسپینوزا اتفاق میفته با اینکه تأثیرش رو آنی نمیگذاره، ولی در قرنهای بعدی متفکران زیادی هستند که به اسپینوزا بارها و بارها برمیگردن. مثلا هگل میگه که اگر شما اسپینوزایی نباشی فیلسوف نیستی، و حتی خیلی از روان درمانگران مهم تاریخ مثلا مثل لکان خیلی از اسپینوزا الهام گرفته بوده و اسپینوزا توی کتاب اخلاقش یه سری فصولی داره که درباره عواطف به طور مفصل صحبت میکنه و دیدگاه‌های اسپینوزا به نظر من اونقدر اونجاها انقلابی و جلوتر از زمانه خودشن که ما میتونیم مثلا حتی این ادعای بزرگ رو بکنیم که اسپینوزا اولین روانکاو تاریخ بوده، چون که خیلی هم نگاه ریشه محورانه‌ای داشته، همیشه ما رو ترغیب میکرده که به دنبال علتهای حقیقی پدیده ها باشیم و حالا به خاطر اون تحلیل‌های خیلی مفصلی هم که درباره عواطف انسانی داره به نظر من خیلی تاثیرگذار بوده حتی روی روان درمانگرای بعد از خودش، چه برسه توی تغییری که در دیدگاه فلسفی ایجاد میکنه برای تعریف مجدد ارتباط خودمون با خدا و جایگاه انسان و اصلا تعریف نوینی از خدا. برای همین اینا به نظر من پیش زمینه‌های تغییراتی هستند که در نگرش انسان‌ها به وجود میاد در قرن 17 و اسپینوزا به نظر من جز کلیدی ترین فیگورهای تاریخ اندیشه است که به جنبش روشنگری می انجامه که عقل و خرد محوریت قرار بگیره، معیار اصلی قرار بگیره و به تحولات بعد از اون که خب جهان ما رو تبدیل به جهان امروزی میکنه و تبدیل به جهانی میکنه که توی قرن 20 یکی از مهمترین جنبش‌های فکری فلسفیش اگزیستانسیالیسمی باشه که محوریتش انسانه و معناهای شخصی زندگی برای انسان‌ها. برای همین به نظر من شاید ما نتونیم بگیم اسپینوزا یک فیلسوف اگزیستانسیال هست یا نیست، ولی چون تأثیر بزرگی داشته توی تغییرات بعد از خودش که به اگزیستانسیالیسم هم منتهی شده و یالوم هم کتابی در موردش داره، به نظر من اگر میخواین که یالوم رو شروع بکنین خیلی خوبه که از آثار داستانیش به ویژه از مسئله اسپینوزا شروع بکنین که اتفاقاً جزء آثار متأخرشه. 2012 این کتاب رو نوشته، یعنی خیلی قدیمی هم نیستش و حالا اگر که دوست داشتین این کتاب رو بخونین از نشر قطره ترجمه بهار نوبهار رو به نظر من تهیه کنین و بخونین. کلاً توی آثار یالوم مخصوصا آثار داستانیش نشر قطره بهترین ترجمه هاش رو منتشر کرده. حالا این کتاب به چه شکله؟ این کتاب یه داستان خیالی واقعیه، یعنی یک سری مؤلفه های واقعی داره، از جمله اینکه دوتا قهرمان اصلی داستان آلفرد روزنبرگ و اسپینوزا فیگورهای تاریخی واقعی هستن. اسپینوزا به عنوان یک فیلسوف یهودی در قرن 17 و آلفرد روزنبرگ به عنوان یکی از رهبران نازی توی قرن 20. حالا مسئله اینه که این کتاب در واقع دو تا زاویه دید داره. یه فصلش انگار که ما تو جهان اسپینوزاییم تو قرن 17 و داریم داستان زندگی اون رو دنبال میکنیم، یه فصلش درباره روزنبرگ و ما همراه اونیم تو قرن 20. یعنی هی بین این دوتا زندگی ما در رفت و آمدیم و یه کمی طول میکشه تا بفهمیم که اینا چه ربط و نسبتی با هم دیگه دارن. ماجرا اینه که آلفرد روزنبرگ خب خیلی اون ریشه های یهود ستیزی توی اندیشش هست و اینکه آلمانی ها نژاد برترن و توسط یکی از فکر میکنم مدیر مدرسهش بهش انگار مشق اضافه به عنوان تنبیه داده میشه که زندگی نامه گوته رو بخونه. زندگی نامه گوته رو که میخونه متوجه میشه گوته که یک فرد آلمانی بوده و خب افتخار آلمانی هم هستش، عاشق اسپینوزا بوده و همیشه یک نسخه از اخلاق اسپینوزا رو به همراه داشته و کنجکاو میشه که ببینه چرا یک فرد آلمانی
باید آثار یک یهودی رو میخونده و اون یهودی مگه چه چیزی برای عرضه داشته و کنجکاو میشه و میره شروع میکنه کتاب اسپینوزا رو خوندن و خیلی چیزی نمیفهمیده، سعی میکنه کمک بگیره و کلا انگار که مواجهش با اسپینوزا یک کمی عجیب و غریب بوده و تاثیرات غریبی روش گذاشته بوده و از این طریق حالا ما یه چیزهایی درباره روزنبرگ دستگیرمون میشه و از طریق یه سری مکالمه‌های خیالی که با یک دوستیش که روان درمانگر داره، انگار که یالوم داره آلفرد روزنبرگ رو روان درمانی میکنه و ما رو با لایه‌های پیچیده‌ای از شخصیتش آشنا میکنه. قطعا اینا آمیخته به خیاله و یالوم وضعیتی خیالی رو به وجود آورده ولی بر مبنای یک فیگور تاریخی که آقای روزنبرگ باشه. و در مقابل هم ما داریم یکی در میون چیزهایی درباره زندگی اسپینوزا میفهمیم که به عنوان یک فیلسوف یهودی که دیدگاه نوینی درباره خدا ارائه داده بوده از جامعه یهودیان طرد میشه به عنوان یک کافر، چون که صرفاً تعریف متفاوتی از خدا ارائه داده بوده و هم شما با زندگی اسپینوزا آشنا میشین و متوجه میشین که چقدر سختی‌های زیادی رو پشت سر گذاشته بوده و چقدر صادقانه به دیدگاه‌های خودش زندگی کرده، علیرغم اینکه عملاً از جامعه و خانواده‌اش حذف میشه و با دیدگاه‌های اسپینوزا تا حد خوبی به صورت مقدماتی آشنا میشین. قطعاً این کتاب کافی نیست برای آشنایی با اسپینوزا. اسپینوزا انقدر فلسفه نظاممند و کامل و نسبتاً پیچیده‌ای داره که قطعاً یک کتاب داستان که از زبان یک روان درمانگر هم نوشته شده کافی نیست، ولی شما رو میتونه تا حدی آشنا بکنه و انگار یه جرقه‌ای تو ذهنتون بزنه که ترغیب شید برید اسپینوزا رو هم بیشتر بخونید. من پیشنهاد نمی‌کنم برای آشنایی با اسپینوزا این کتاب رو بخونید. برای آشنایی با اسپینوزا کتاب خیلی خیلی مفیدتری هست که توسط مفسران فلسفی نوشته شده و خیلی بهتر میتونن شما رو با اسپینوزا آشنا بکنن. اما برای شروع آشنایی با روان درمانی اگزیستانسیال یالوم بهتون پیشنهاد میکنم مسئله اسپینوزا رو اول از همه بخونید تا اصلا اون شکافه تو ذهنتون ایجاد شه که میشه جهان رو نسبت خدا و انسان رو جور دیگری تعریف کرد که ذهنتون آماده بشه برای پذیرش اندیشه های اگزیستانسیالیستی که بعد از اسپینوزا فیلسوفان دیگه مطرح کردن. بعد از اینکه مسئله اسپینوزا رو خوندین و خواستین ادامه بدید به خوندن یالوم، بهتون پیشنهاد میکنم که برید سراغ درمان شوپنهاور. حالا درمان شوپنهاور سال 2005 نوشته شده، یعنی 7 سال قبل از مسئله اسپینوزا و اینو یالوم بعد از وقتی نیچه گریست نوشته بوده و به واسطه آشنایی با نیچه متوجه شده بوده که نیچه مخصوصا در ابتدای مسیر فلسفیش خیلی تحت تاثیر شوپنهاور بوده، میره درباره شوپنهاور میخونه، علاقه‌مند میشه به شوپنهاور و این کتاب رو مینویسه. البته این نسخه‌ای که من دارم مال انتشارات ترانه است، اما بهتون پیشنهاد میکنم اینو نخونین. من این کتاب رو خیلی سال پیش گرفته بودم و دیگه ترجمه دیگه ایشو تهیه نکردم، ولی ترجمه خانم سپیده حبیب از نشر قطره ترجمه خیلی بهتری. اگه خواستین بخونین این کتاب رو حتما از اون ترجمهش استفاده بکنین. من چون اونو نداشتم همین کتابم رو آوردم نشونتون بدم. حالا این کتاب علاوه بر این که درباره شوپنهاور و یه چیزهایی باز در همون حد مقدماتی و اندک درباره رویکرد فلسفی شوپنهاور به شما یاد میده، درباره گروه درمانی هم هست. یعنی از منظر روان درمانی شما رو با گروه درمانی و پروسه گروه درمانی آشنا میکنه. از منظر فلسفی یه ذره بهتون دید میده درباره شوپنهاور. باز مثل مسئله اسپینوزا تاکید میکنم که این کتاب رو به هیچ وجه برای آشنایی با شوپنهاور نخونید برای اینکه اصلا نگاه کامل و جامعی درباره شوپنهاور به شما نمیده. برای آشنایی با شوپنهاور باز یک عالمه کتاب بهتر که توسط مفسران فلسفه نوشته شده وجود داره که من حالا بعداً رو بهتون معرفی میکنم. اما اگه میخواید با گروه درمانی آشناشین و اگه میخواین با آثار یالوم حالا همین برخورد کامل رو داشته باشین که یه دید کاملی درباره روان درمانی اگزیستانسیال داشته باشین، این کتاب خوبیه بعد از مسئله اسپینوزا و قبل از وقتی نیچه گریست. به خاطر اینکه شوپنهاور خیلی تاثیر میذاره واقعا روی نیچه و خیلی از
فلسفه نیچه تحت تاثیر تکمیل حرفای شوپنهاور یا تصحیح حرفای شوپنهاوره. بر همین اگه شما قبل شوپنهاور رو خوب بشناسین، بعد میفهمید که نیچه در پاسخ به چه چیزهایی این حرفا رو زده و اونجوری وقتی نیچه گریست رو خیلی بهتر درک میکنین. حالا کتابش درباره چیه؟ کتابش درباره یه روان درمانگریه به نام جولیوس که یک گروه درمانی داره که یه تعدادی افرادن توی اون گروه شرکت میکنن توی جلسات هفتگی. به این گروه یه فردی به نام فیلیپ اضافه میشه که دکترای فلسفه داره و عاشق شوپنهاوره و میخواد مشاور فلسفی بشه و حالا باید یه تعداد ساعتی رو تحت نظر یک روان درمانگر بگذرونه تا بتونه مجوز مشاوره فلسفیشو بگیره و برای همین در جلسات گروه درمانی جولیوس شرکت کرده. در خلال این جلسات ما هم با چالش‌های مختلف آشنا میشیم از سوی آدم‌های مختلف، هم می‌بینیم که روند گروه درمانی به چه گونه است و چه جوری آدم‌ها به هم کمک می‌کنن در طول این جلسات. هم با شخصیت فیلیپ به طور خاص خیلی آشنا میشیم. معلوم توی این کتاب برعکس مسئله اسپینوزا که هم روزنبرگ رو داره هم اسپینوزا به عنوان یک کاراکتر تاریخی، اینجا شوپنهاور رو وارد ماجرا نکرده، بلکه حرفای شوپنهاور رو ما از زبون فیلیپ که یه آدمیه که داره در دوره و زمان ما زندگی می‌کنه میشنویم. یعنی شوپنهاور تاریخی نداریم ولی حرفاش از زبون فیلیپ جاریه توی کتاب و ما هم متوجه میشیم که چی داره میگه شوپنهاور تا حدی، هم که میفهمیم چه نقدهایی میشه بهش وارد کرد. باز تاکید میکنم اصلا برای آشنایی با شوپنهاور کتاب مناسبی نیست، ولی خب میتونین خیلی چیزهایی دستگیرتون بشه از این که چه شکلی یالوم داره استفاده میکنه در این حال از اندیشه های شوپنهاور و در این حال نقدشون میکنه. ولی بهتر از هر چیز به نظرم شما با روند گروه درمانی آشنا میکنه و شاید رمان خوبی خیلی نباشه از نظر ادبی، ولی اطلاعات خیلی خوبی درباره این روندهای درمانی بهتون میده و ذهن شما رو به طور خیلی خوبی آماده میکنه برای کتاب بعدی وقتی نیچه گریست. وقتی نیچه گریست که اتفاقا اولین رمان داستانیه که می‌نویسه در سال 1992 درباره نیچه است و اگر شما درمان شوپنهاور رو قبلش خونده باشین متوجه شدید که شوپنهاور تقریباً چه دیدگاهی داشته و حالا نیچه با چه چیزهایی، چه مؤلفه هایی از فلسفه شوپنهاور مخالفه. اصطلاحاً میتونیم اینطور بگیم که شوپنهاور خیلی رویکرد نعگویی به جهان داره، به خاطر اینکه خیلی شبیه به اندیشه های بودایی جهان رو سراسر رنج میدونه. چاره ما برای محافظت از خودمون در برابر این همه رنج رو در گفتن به زندگی میدونه، در رویگردانی از اون. و نیچه هم در ابتدای مسیر حرفه‌ایش خیلی تحت تاثیر شوپنهاور بوده، اما بعد مثلا توی کتاب زایش تراژدیش همچنان خیلی شوپنهاوری داره میاندیشه، اما کم کم که پیش میره خیلی رویکرد متفاوتی رو اتخاذ میکنه و اصطلاحاً رویکرد آریگویی به زندگی رو انتخاب میکنه. توی این کتاب که باز مثل مسئله اسپینوزا درمان شوپنهاور کاملا یک روایت خیالیه و گرچه که برگرفته از داستان‌های واقعیه که یالوم با مراجعه کنندگانش تجربه کرده بوده، ولی کاملا یه وضعیت خیالیه. اما گفتم به تو که مثلا مسئله اسپینوزا واقعا دو فیگور تاریخی واقعی رو داریم که حالا یه سری اتفاقاتی که برشون میفته خیالی هن. وقتی نیچه گریست هم همینطوره، تقریبا شبیه مسئله اسپینوزاه. کاراکترهایی که توش ما میبینیم کاراکترهای واقعی هن، مثلا خود نیچه، یوزف برویر، فروید، لو سالومه، اینا آدم‌هایی هستن که واقعا توی تاریخ وجود داشتن اما در یک روایت خیالی کنار هم دیگه قرار میگیرن. برویر و فروید واقعا با هم کار میکردن، اما برویر هرگز نیچه رو ندیده بوده و هرگز معالجش نکرده بوده. لو سالومه و نیچه واقعا با هم ارتباطی داشتن و واقعا با هم آشنا بودن، اما هیچ وقت لو سالومه نمیره به برویر بگه که مثلا آینده فلسفه آلمان در خطر، بیا مثلا پروفسور نیچه رو درمان کن. اینا خیالیه ولی کاراکترها واقعیه. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که برویر یک پزشک معروف اتریشیه و فروید جوان از شاگردانشه و در آستانه اینه که بذرهای روانکاوی تو ذهنش پاشیده بشه
و داره به اینکه بهتر با مراجعه کنندگان حرف بزنیم و اینا فکر میکنه که یک روز یه زن جوانی به نام لوسالومه وارد مطب برویر میشه و بهش میگه آینده فلسفه آلمان در خطره و شما باید پروفسور نیچه رو درمان کنین، ولی نیچه خیلی آدم مغروریه و شما باید این کار به گونه‌ای انجام بدین که اون نفهمه شما در حال درمان کردنشون و اتفاقا فکر کنه که شما دارید از اون کمک میگیرید و این کار عجیب و غریب برویر میپذیره و اینطوری میشه که جلسات گفتگوی برویر و نیچه با همدیگه شروع میشه و در خلال اینا برویر شروع میکنه از زندگیش تعریف کردن، از چالش هایی که در زندگی زناشوییش داره تجربه میکنه، از تجربه‌ای که با یکی از بیمارانش داره و بهش علاقه‌مند شده و نیچه بهش کمک میکنه و در عین حال این گفتگوهای دو طرفه به خود نیچه هم داره کمک میکنه و خیلی واقعا گفتگوهای برویر و نیچه جذابه. یعنی من در هر دوباره که این کتاب رو خوندم به شدت تحت تاثیرش قرار گرفتم و خیلی تکان دهنده و زیبان و از اونجایی که اگه قبلش درمان شوپنهاور رو خونده باشین با اون رویکرد نگویی به زندگی و نقدهایی که بهش وارد میشه خوب آشنایین، اینجا میتونین حرفای نیچه رو خیلی بهتر درک بکنین و ببینید که از کجا دارن میان و آبش خورشون چیه و خیلی جذابه دیگه. یعنی به نظر من خیلی از خوندنش لذت خواهید برد و لذتتون دو چندان میشه اگه قبلش مسئله اسپینوزا و درمان شوپنهاور رو خونده باشید. وقتی که این 3 تا کتاب رو بخونید شما خواه ناخواه با مؤلفه های مهم رواندرمانی اگزیستانسیال به خوبی آشنا شدید. شاید به صورت تئوری در نیامده باشه براتون و نتونید مثلا دونه دونه به عنوان یک متخصص در موردشون صحبت بکنید، اما قشنگ به جا نشسته و خیلی چیزا رو متوجه شدین گروه درمانی چه شکلیه، اندیشه های نیچه و اینکه چطور توی گفتگو به کار میان رو فهمیدین و کلا اون تغییر نگرش به جایگاه انسان در جهان رو با مسئله اسپینوزا تجربه کردین و حالا موقع خوبیه که برید سراغ رواندرمانی اگزیستانسیال که 1980 نوشته شده و غیر داستانیه. کتاب نظریه که یالوم نوشته برای اینکه مؤلفه های این رویکرد درمانی رو به بقیه معرفی بکنه. خب اگر که شما دانشجوی روانشناسی باشین یا روانشناسی خونده باشین این کتاب براتون خیلی راحت خوندنش. درست کتاب تخصصیه و همه کتابای تخصصی حتی اگه شما توی اون زمینه مطالعات بیشتری داشته باشین کلا سخت نه، اما برای یه چنین دست افرادی خب خوندنش خیلی راحت تره. اما اگه یه خواننده عام باشید و مثلا تحصیلاتتون و تخصصتون تو زمینه دیگه ممکنه یه کوچولو براتون چالش برانگیز باشه خوندن این کتاب. برای همین من بهتون توصیه میکنم اگر امکانش رو دارین از یک فرد متخصصی به عنوان تسهیلگر برای خوندن این کتاب کمک بگیرین، یعنی با یک کسی که دانش بیشتری در این زمینه نسبت به شما داره این کتاب رو پیش ببرین که هر جایی که براتون سوال پیش اومد بتونین از اون بپرسین و با هم در موردش صحبت بکنین. اینجوری خیلی براتون خوندنش راحت تر میشه. یه سری مطالب تکمیلی هم هستن مثل پادکست رواق که اگر این امکان رو ندارین میتونین مثلا از اون هم کمک بگیرین، یعنی حین خوندنش مثلا قسمت‌های مختلف اون پادکست رو هم گوش بدید که یه سری توضیحات تکمیلی هم بهتون بده. یا اگر که با فلسفه اگزیستانسیالیسم آشنا نیستین یه سری کتاب‌های مقدماتی در موردش بخونین که یه چیزایی درباره مؤلفه‌های مهم اگزیستانسیالیسم حداقل بدونین و بعد اینو بخونین، چون اینجوری بهتر میتونید با کتاب ارتباط برقرار کنید و احتمال اینکه رهاش کنید چون براتون سخته کمتر میشه. میتونید از مدخل‌های استنفورد استفاده بکنید برای اینکه مثلا مؤلفه‌های اگزیستانسیالیسم رو بهتر بشناسید که یه ذهنیتی داشته باشین و کتابم خیلی زیاده درباره اگزیستانسیالیسم و کلا رویکرد اگزیستانسیالیسم رویکرد خیلی سخت و پیچیده‌ای نیست، مخصوصا که خیلی از متفکران این رویکرد در قرن 20 آثارشون رو به شکل داستانی نوشتن و به نظر من برخلاف سایر رویکردهای فلسفی اونقدر از نظر فهمیدن سخت و پیچیده و دشوار نیستن. اما اگه مثلا یه ذهنیت در موردش داشته باشین این کتاب رو هم بهتر درک میکنین. حالا این کتاب به چه شکل نوشته شده؟
کلا رویکرد رواندرمانی اگزیستانسیال توی رویکردهای رواندرمانی در دسته رویکردهای روانپویشی قرار میگیره. حالا اصلا رویکردهای روانپویشی چی هستند؟ رویکردهای روانپویشی اون رویکردهای درمانی هستند که معتقدند نارضایتی‌های انسان و مشکلاتی که باهاشون دست و پنجه نرم میکنه ناشی از تعارضات نیروهای درون هر فردن. مثلا اگر که ما روانکاوی فروید رو در نظر بگیریم، اون اختلالات روانی که ممکنه در فرد بروز پیدا بکنه ناشی از تعارضاتیه که بین اید و ایگو و سوپر ایگوش ممکنه شکل بگیره، یعنی اون نیروهای درونی که توشن و خواسته های متفاوتی دارن و مکانیزم های دفاعی خوب کار نمی کنن و یه سری مشکلاتی برای فرد به وجود میارن. حالا من نمیخوام واردش بشم چون خیلی هم ویدیوم طولانی میشه، هم من اونقدر تخصصی در این زمینه ندارم، ولی به هر حال پس اختلالات و مشکلاتی که برای فرد پیش میاد ناشی از تعارضات نیروهای درون فرده. رویکردهایی که چنین نگاهی به انسان و مشکلات روانیش دارن بهشون میگن رویکردهای روانپویشی. و روان درمانی اگزیستانسیال هم جزء رویکردهای پویه نگره یا روان پویشیه، اما با این تفاوت که تعارضات فردی رو ناشی از تعارض بین نیروهای درون فردی نمیدونه، یعنی ناشی از تعارضاتی که با غرایز سرکوب شده در فرد بروز پیدا کردن نمیدونه، بلکه ناشی از تعارضاتی هستند که نتیجه رویارویی فرد با مسلمات هستی اند. حالا مسلمات هستی چی هستند؟ Givens of existence که خانم دکتر حبیب ترجمهشون کرده مسلمات هستی. مسلمات هستی یک سری واقعیت‌های گریزناپذیر هستی انسانن که شما به محض به دنیا آمدن به عنوان یک انسان با اینا مواجه میشی و نمیتونی ازشون فرار بکنی. اینا راه گریزی ازشون نیست و این 4 تا مسلمات هستی انگار مشخصه های انسان بودنن، شرایط انسانی هن، human condition هن. شما نمیتونی چون انسانی ازشون فرار بکنی و اونا عبارتند از مرگ. به هر حال شما به عنوان یک انسان میرا و متناهی هستی و ضرورتاً خواهی مرد، راه فراری از مرگ نداری. آزادی، شما به عنوان یک انسان محکوم به آزادی هستی و به طبع باید مسئولیت انتخابات رو بپذیری، راه فراری ازش نداری. تنهایی، شما به عنوان یک انسان یک تنهایی ذاتی داری که هیچ جوری پر نمیشه، حتی اگه دور و برت پر از آدم باشه، حتی اگه عاشق بشی، بچه داشته باشی، والدینی داشته باشی، باز هم اون تنهایی ذاتی انسان پر نمیشه. هیچ کس به جای شما نمیتونه بمیره، شما به جای کسی نمیتونین بمیرین و تهش ما همه تنها هستیم و مواجهه با این تنهایی ذاتی انسان خیلی میتونه ترسناک باشه. و در نهایت پوچی یا ابسوردیته زندگی انسان، معنای ذاتی و تعریف شده‌ای در زندگی انسان‌ها وجود نداره. اینطور نیست که معنا یک چیز داده شده‌ای باشه که شما فقط باید تلاش بکنین اون رو پیدا بکنین. شما باید معنای زندگیتون رو بسازید. و این 4 تا مسلمات هستی، یعنی مواجهه با مرگ، تنهایی، آزادی و پوچی، مواجهه های دردناکی هستند و آدم ها تمام تلاششون انگار در زندگی میکنن تا از این مواجهه خودداری بکنن، سرشون رو یه جوری گرم بکنن که به این چیزها فکر نکنن و حتی نپذیرنشون. مثلا ما همه به عنوان یک گزاره میدونیم که روزی خواهیم مرد، ولی واقعا چند نفرمون جوری زندگی میکنیم که نشون دهنده این باشه که به این گزاره واقعا باور داریم. ما هممون یه جوری زندگی میکنیم که اتفاقا انگار که قراره تا ابد زنده بمونیم، یا تمام تلاشمون رو میکنیم تا هیچ وقت با خودمون تنها نمونیم که مواجه بشیم با اون تنهایی ذاتی انسان و همش یه جوری سر خودمون رو گرم میکنیم، یا از پوچی گریزانیم و سعی میکنیم دست بیاویزیم به معناهای داده شده و شونه خالی کردن از مسئولیت انتخاب یک معنای منحصر به فرد برای زندگی خودمون. چون اگه این کار بکنیم و ماجرا خوب پیش نره، مجبور میشیم بپذیریم که تقصیر خودم بوده که نتونستم زندگیم رو درست پیش ببرم. و در نهایت آزادی
که خیلی انگار همه اینا به هم دیگه متصلن و به هم مرتبطن. همونطور که سارتر میگه ما محکوم به آزادی هستیم. ما معمولا هممون در کلمه میگیم میخوایم آزاد باشیم، ولی آزاد بودن مسئولیت بسیار سنگینی رو به همراه داره، چون شما اگر آزادانه انتخابی رو بکنی باید با اون پیامدهای انتخابت مواجه بشی، شجاعت اینو داشته باشی که با اون پیامدها دست و پنجه نرم بکنی. و معمولا به خاطر اینکه خیلی مواجهه دردناکیه، آدما ترجیح میدن بار این مسئولیت انتخاب رو بندازن رو دوش بقیه. من این کار کردم چون جامعه گفت، من این کار کردم چون والدینم گفتن، و نمیپذیریم که به هر حال هر چقدر هم که شرایط ما سخت باشه، ما ذره‌ای از آزادی کنش رو داریم که انتخاب کردیم ازش استفاده نکنیم، نه اینکه چاره‌ای جز این نداشتیم. حالا کتاب به این شکله که هر کدوم از این 4 مسلمات هستی رو اومده توی یک بخش بهشون پرداخته، با مرگ هم شروع کرده، بعد آزادی، تنهایی و در نهایت پوچی. البته قبلش یه پیشگفتاری داره و کلاً رویکرد روان‌درمانی اگزیستانسیال و آبشخورهای اجتماعی و فلسفیش رو توضیح داده و بعد این 4 بخش شروع شده و هر کدوم رو مفصل توضیح داده، یک عالمه مثال آورده از مراجعه کنندگانش و موقعیت‌هایی که براشون پیش اومده بوده و با این مسلمات هستی دست و پنجه نرم می‌کردن و در نهایت توی این حدود 700 صفحه سعی می‌کنه یک تصویر کاملی از این 4 تا مسلمات هستی به ما ارائه بده و اینکه چطور مواجهه صادقانه و اصیل با اینها میتونه ما رو تبدیل به آدم‌های بهتری بکنه که تعارضات درونیمون کمتر شده و میتونیم با آرامش و در صلح بیشتری زندگی بکنیم. و خیلی دیگه بعد از خوندن این کتاب عملا شما یک دانش خیلی بنیادین و مقدماتی درباره روان‌درمانی اگزیستانسیال خواهید داشت و فکر می‌کنم این 4 تا کتابای کافی و کاملی هستند برای اینکه شما رو با این رویکرد به خوبی آشنا بکنن به عنوان یک خواننده غیر متخصص. اما در نهایت من می‌خوام یک کتاب دیگه هم از یالون بهتون معرفی بکنم و اونم کتابی نیست جز کتاب هنر درمان، نامه‌ای سرگشاده به نسل جوان روان‌درمانگران و بیمارانشان. این هم باز ترجمه دکتر سپید حبیب، مثل کتاب روان‌درمانی اگزیستانسیال نشر قطره، البته روان‌درمانی اگزیستانسیال رو نشر نی منتشر کرد. حالا این کتابه ممکنه که اگر که شما دانشجوی روانشناسی و اینا نباشین و اصلا تو حوزه‌های درمان کار نکنین، با توجه به عنوانش هم که نامه سرگشاده به نسل جدید روان‌درمانگرانه، احساس کنید که خب چرا من باید همچین کتابی رو بخونم. واقعیتش اینه که یالون این کتاب رو به عنوان یک روان‌درمانگر پیر و فرزانه به روان‌درمانگران جدید نوشته و بهشون یه سری توصیه انگار کرده تو فصل‌های خیلی خیلی کوتاه، یعنی کلا خیلی خوندنش راحته، شما میتونی هر روز مثلا فقط یه فصلش رو بخونین و چون کوتاه هم هستن خیلی زود تموم میشه. ولی شما به عنوان خواننده عادی چی از این کتاب ممکنه به دست بیارید که من دارم بهتون توصیه میکنم بخونینش؟ من خودم به عنوان یک تحصیلگر و آموزگار این کتاب رو خوندم، چون که مخصوصا تحصیلگری خیلی بیشتر از آموزگاری به نظر من به رواندرمانی شبیه. شما توی تحصیلگری مخصوصا به رواندرمانی گروه درمانی ها، یعنی به عنوان تحصیلگر گروه درمانی شما تقریبا داری همون کاری رو میکنی که به عنوان تحصیلگر گروه کتابخوانی داری انجام میدی. تلاش میکنین جلسه رو مدیریت کنین، طرح پرسش کنین، آدم ها رو دعوت کنید که به حرفهای همدیگه گوش کنن بدون قضاوت و با به اشتراک گذاشتن تجربه هاشون و حرفها و افکار و احساساتشون به بقیه این حس رو بدن که تنها نیستن توی تجربه هایی که دارن و خیلی شبیه به نظر من و واقعا توصیه هایی که توی این کتاب میکنه به من خیلی کمک کرد در تحصیلگری و تکنیک هایی که میتونم به کار ببرم برای اینکه اولا عمیق‌تر و همدلانه تر به اعضای گروه گوش کنم و همینطور اونا رو دعوت کنم که عمیق‌تر و همدلانه تر به هم گوش کنن، با شجاعت بیشتری خودشون رو ابراز بکنن و افکار و احساساتشون رو با بقیه به اشتراک بذارن. اما حتی اگر که توی حوزه درمان فعال نیستین و مثل من تو حوزه آموزش هم کار نمی کنین، به نظر من باز این کتاب چیزهای زیادی برای یاد دادن به شما داره. در مقام انسان
شما هر کاری که باشین، تو هر حوزه‌ای که فعالیت بکنید، نیاز دارید که با آدم‌ها در تعامل باشین، با اعضای خانواده، با دوستانتون، با فامیل، با همکاران و به طور کلی با آدم‌هایی که تو جامعه شما دارن زندگی میکنن. شما نیاز دارید که به صورت روزانه در تعامل باشین و این تعامل در صورتی سالمه که شما هم بتونید صادقانه خودتون رو ابراز بکنین و سرکوب نکنید خواسته های خودتون رو، هم بقیه رو درست بشنوید و به حرفاشون گوش کنید و همدلی داشته باشین. و به نظر من خوندن توصیه‌های یالوم در این راستا میتونه شما رو تبدیل به آدمایی بکنه که عمیق‌تر گوش میدن، بهتر درک میکنن و خودشون رو هم سانسور نمیکنن و خودشون رو هم صادقانه تر ابراز میکنن. برای همین خوندن این کتاب به نظر من به شما در تمامی انواع و اشکال تعاملات انسانی میتونه کمک کنه، نه فقط به عنوان کسی که در حوزه درمان یا آموزش فعاله. و همین فکر میکنم که بهتره که اینجا دیگه ویدیو رو به پایان برسونیم. امیدوارم این سیر پیشنهادی بهتون کمک بکنه که بهتر با یالوم ارتباط برقرار بکنین و بیشتر ازش یاد بگیرین. ولی کاملا این سیری بوده که من شخصا تجربهش کردم و اصلا هیچ اجباری نیست. شما میتونید هر جور دیگه که دوست دارین آثارش رو بخونین. لطفاً اگر شما جور دیگه خوندین و نتایج دیگه گرفتین به منم بگین و با هم به اشتراک بذارین. و اگه کتاب‌های دیگه از یالوم خوندین که من نخونده بودمشون اینجا معرفی نکردم ولی به نظرتون خوندنشون خالی از لطف نیست، به هم بگید حتما. خیلی ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.